سلام دوستان، به زبانگرام خوش آمدید. اگر میخواید که سوالات و پاسخنامه مربوط به کنکور منحصرا زبان نوبت دوم تیر ماه 1404 رو داشته باشید و در مدت زمان کمتر از 20 دقیقه پاسخهای تشریحی اون رو هم ببینید، حتما ویدیوی ما رو تماشا کنید. دقت داشته باشید در این ویدیو ما پاسخهای بخش‌های مختلف مربوط به آزمون نوبت دوم زبان رو در بخش‌های گرامر، وکابولاری، کلوز تست و ریدینگ و بخش‌های مختلفی که هست، سنتنس استراکچر، اینها رو من تشریحی پاسخهاش رو نوشتم براتون و میتونید با مکس و دیدن اینکه چه توضیحاتی داره ببینید جوابهای درستی رو علامت زدید در کنکور یا نه. اگر برای مطالعه منابع کنکور میخواید بدونید چه منابعی رو باید مطالعه کنید، لینک مربوط به منابع کنکور رو در قسمت بالا قرار دادم براتون. اگر میخواید که بدونید که کنکور نوبت اول امسال چه مواردی رو شامل میشده، لینک این رو هم در قسمت بالا من قرار دادم. همچنین میتونید در رابطه با آشنایی با رشته‌های مختلف مربوط به زبان انگلیسی که ما ویدیو جداگانه ای رو برای تهیه کردیم هم به لینکی که این بالا قرار دادم مراجعه کنید و ببینید که در اون کلاً 0 تا 100 رشته زبان و انتخاب شما در دانشگاه و چه درسایی باید بخونید و چه آینده شغلی رو برای شما تضمین میکنه در اون آمده. بنابراین دقت داشته باشید. در این ویدیو ما در کمتر از 20 دقیقه به تشریح و پاسخگویی به تمام سوالات مربوط به زبان امسال در نوبت دوم تیر ماه پرداختیم. امیدوارم که اگر که از ویدیوی ما لذت بردید و خوشتون اومد، زبانگرام رو به دوستانتون معرفی کنید و حتما چنل ما رو سابسکرایب بفرمایید. سپاسگزارم.
خب سوالای مربوط به کل آزمون رو که به صورت فشرده ارائه کردیم مشاهده کردیم. حالا ما بخش گرامر رو به عنوان بخش اول مطرح میکنیم. برای نوشتن سوالهای مربوط به گرامر، پاسخهایی که هستش، حتما باید به مجموعه گرامرهایی که در 3 ساله دبیرستان خوندید، پایه‌های 10، 11 و 12 و همینطور منابعی که در همین ویدیو من معرفی کردم مراجعه کنید و برای بهتر پاسخ دادن به اونها از اون منابع استفاده کنید. بخش بعدی ما بخش وکابولاری هست، معانی لغات یا بخش واژگان در کنکور، که اگر به معانی کلماتی که در دبیرستان و همینطور در منابع کنکور با آنها آشنا شدین مسلط باشین، میتونید به این نمونه سوال‌ها پاسخ بدید. اما بخش بعدی ما بخش سنتنس استراکچر یا ساختار جمله هست. در این بخش هم با توجه به مواردی که ارائه شده پاسخهایی رو که من نوشتم میتونید ملاحظه کنید. در این بخش هم مسلط بودن شما به بخش گرامر و این نقشی که در جملات هستن میتونه موثر باشه در پاسخگویی شما. لطفاً دقت کنید. با نقش‌های زبانی آشنا هستید. language function هم سوالهایی رو در این قسمت کنکور بهش اختصاص داده. بررسی کنید ببینید کدوم جواب به چه دلیلی در اینجا ارائه شده تا بتونید بهتر بفهمید که پاسخ درست کدام گزینه هستش.
بخش کلوز تست یا جاهای خالی رو با کلمه مناسب پر کنید رو باش در دبیرستان آشنا هستید. در این نمونه کنکوری هم اگر مواردی ارائه شده که با شماره مشخص شده، صحیح ترین گزینه رو بر مبنای متنی که داده شده پیدا بکنید و در اون مشخص بکنید. من توضیحات لازم رو در اون بخش براتون به صورت کتبی آوردم، لطفاً دقت کنید. و اما بخش پایانی نمونه سوال کنکور امروز ما بخش ریدینگ یا به طور عمومی که آشنا هستید ریدینگ اند کامپریهنشن هستش. بخش درک مطلب ما که بر اساس دانش زبانی شما، دانستن لغاتی که میدونید و به صورت پسیج یا متن‌هایی به شما داده میشه. در این قسمت ما الان 3 تا پسیج یا 3 تا متن داریم. هر متن به صورت جداگانه ارائه شده، راجع به یک موضوع خاصی هست، ممکنه راجع به تغییرات آب و هوایی باشه یا گرمایش زمین یا اینجور موارد. به سوالات دقت بکنید، اون متنی که داده شده دقت بکنید. گاهی وقتا نمونه همون پاسخهایی که می‌خواید بنویسید انتخاب کنید، همونا که من اینجا ارائه کردم در داخل متن اومده. گاهی وقتا باید به یک ضمیری یا رفرنسی اشاره کنید، بنابراین کاملا حواستون جمع باشه که پاسخها بر چه مبنایی ارائه شده.